دوای دفشایه در توا پاستی که نبینم روشایه کردی برقاستی که ما توی کدم ما شو کدم من نمیترسم من برف و بارونی که چوب برون نسکیو در دوری تو فلیوم من نمیترسم من جایی طوری که بروی تلفنم دورم فنری نگیره دوست دارم زنک جان که بلبلکت خونده سیا خیلی دیدیا توی کردیم نیکو کردیم انا برای همو ما 3 خصلت دارم همین 3 خصلت من در تو میفهمونم که تو بدونی که من چه خصلت دارم فهمیدی؟ اینا یکم خصلتم گوش کن اینا من یکم خصلتم اینه من فوتبال رو دوست میدارم قطعی جورم فوتبال میرم تماشا بول نشوه که کجا میره چیده میره خیلی گپا نشوه فهمیدی؟ انا که دویم خصلتم من موی خپی را دوست میدارم فهمیدی؟ ای تحت دل همین موی گیری را موی خپی را دوست میدارم بول نشوه که در موی گیری باشم که مادر او تمام دای او چمام دای تخوی مومدای خیلی گپا نشوه فهمیدی؟ فهمیدی خیال؟ انا که 3 خصلتی من این ما قطعی جورم بیگای میشه کو همین شهر تماشا میریم تا ساعت 12 یکی شوه خیلی بعضی میشه که تو سحره بول نشوه که زنگ بزنی من بیا خونه او چنبر تقویم بر جیانم درجین دوره خولم توی دوره غی نشوه فهمیدی ها؟ من یک خصلت دارم تمام کوک چی خصلت؟ من همین شبا در خونه توقع میترسم من در فرق ندارم در خونه هستی نستی شب باید کتمه مردک باشه که من نترسم اکا کامل جون همین خودم تلفن ایادم برام در خانه دوماندم خودم یک کار ختی رفتم اومدم گودوکا چرخشی دیان راستی گپ گودوک اوس نمیایا ایس میره همین بوت میدونی هم تلفنی هم ببینه که آخی اولش در دست گودک دادن در کار نه سعدی جان آخی کامل جان گفتم که ایادم برام نه زلال دور آخی یکمش هم گودک داخل شقه میشم با اینا همین قزن مزنه نمیشم انا جوره ایره اکای سعدی ای اکای سعدی خونت سوخت چی؟ میگم خونت سوخت خونم سوخت؟ ها سوخته است ها خیلی سوخت هم بگیره مدی چی میگی بره زن ما بگو ای بچه خونه سوخته است میگه بخی بروخی آگ بچه برای چی نمیره؟ اکی کامل مختی زنه کارهای خانه رو تقسیم کرده گیم زنم خانه رو نگاه میکنه اما باشم کار میکنم